اگه ایران تنگه هرمز رو مسدود کنه چه اتفاقی میفته؟ این فقط باعث درگیری نمیشه، بلکه میتونه اقتصاد جهانی رو نابود کنه. تنگه هرمز یک آبرو باریک بین ایران و عمانه، اما گول اندازه‌شو نخورید، چون 20% از نفت جهان هر روز از این تنگه عبور میکنه. ایران بارها تهدید کرده که این تنگه رو مسدود میکنه و از نظر فنی میتونه این کار رو انجام بده. ایران تو منطقه زیردریایی، موشک و قایق‌های تندرو داره. فقط یک حمله موشکی کافیه تا نفتکشا فورا متوقف بشن. اگه جریان نفت قطع بشه، قیمت جهانی نفت ممکنه در عرض یه شب سر به فلک بکشه. صبح از هر بشکه 150 تا 200 دلاره. قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه. بازارهای بورس سقوط میکنن و خطر رکود جهانی بالا میره. نیروی دریایی آمریکا هم حضور سنگینی تو منطقه داره. ایران بارها گفته که امنیت این مسیر باید برای همه باشه، نه فقط برای کسانی که تحریم، تهدید یا دشمنی میکنن. تنگه هرمز ابزار فشار نیست، نماد اقتدار ایران در نظم جهانیه. اگه ایران احساس کنه که امنیتش تهدید شده یا حق مردمش زیر پا گذاشته شده، بستن تنگه فقط یک گزینه نیست، یک حق قانونیه و دنیا خوب میدونه که بدون رضایت ایران نفت به راحتی جریان نداره.